چطور میتونیم با گوگل جمینای یه ایده ساده رو تبدیل به متن و محتوا کنیم. با من همراه باشید. سلام دوستان، خوش اومدید به کانال تچسکوپ. امروز قرار با هم دنیای جذاب هوش مصنوعی رو بررسی کنیم و ببینیم چطور میتونیم با هوش مصنوعی تصاویر و محتوای خلاقانه بسازیم. خب دوستان، برای اینکه برنامه رو داشته باشیم وارد برنامه گوگل میشیم و سرچ میکنیم گوگل جمینای و اینجا براتون میاره. میتونید اینستال رو بزنید و نصبش کنید. یه شماره تماس ازتون میخواد و یه کد نصبش میکنید و الان میریم داخل خود برنامه. خب دوستان، الان داخل برنامه گوگل جمینای هستیم، نصب شده و من از قبل اینا رو نوشتم که چون ویدیو خیلی طولانی نشه و حوصلتون سر نره. ببینید من همون بالا براش یه متن گذاشتم، عکس یه مرد قوی روی قله کوه که دستش رو به آسمون بلند کرده، رنگ زمین غروب خورشیده و مرد پشتش به دوربینه. دقیقا همونو برای من به تصویر کشید، متن رو به تصویر کشید. حالا بهش گفتم لطفاً به من 5 از بهترین گربه های دنیا رو بده با نژادشون. اول یه توضیح داد همه رو و دونه دونه و بعد بهش گفتم حالا عکسشون رو جدا جدا به من بده و جدا جدا این عکس ها رو به من داد و من حالا میتونم با این عکس ها ویدیو درست کنم تو کانال شورتم و اینا رو تولید محتوا کردم و به همین راحتی، هیچ کار خاصی نکردم. خب شما هم اگر که داستان نویسی داشته باشید برای تولید محتوا فوق‌العاده است. بعد اینجا نوشتم که یه سری پیشنهاد داد، حالا میخوام اون کارو بکنم اینطوری. من بهش گفتم یه دختر توپل و زیبا که گربه پرشین داره و بازی میکنه با گربهش، آشپزی میکنه، ورزش میکنه، خرید میره و دقیقا همونا رو به تصویر برای من کشید. بعد بهش گفتم که حالت انیمیشنی هم میتونی که حرکت کنن و حالت ویدیو باشه. گفت پس از آن که اشتراکتان را ارتقا دادید. یعنی ما تا عکس همه جوره با ما پایستیم هوش مصنوعی و اگه بخوایم تبدیل کنیم این رو به یه ویدیو، خب اونجا باید ثبت نام بشه و پول واریز بشه. برای تامنیل، برای تایتل، برای دیسکریپشن، برای لوگو، برای چنل آرت، اینا همه رو تمیز درجه 1 براتون انجام میده و خیلی راحت شده تولید محتوا کردن با این برنامه. امیدوارم که نصبش کنید و استفاده کنید. ویدیوهای قبلی رو حتما ببینید و حمایت از من رو فراموش نکنید. امن باشید. خدا نگهدارتون.